рӯзу рӯзгоратон бахайр бошад бинандагон ва ҳаводорони шабакаи футбол. гузоришҳои мустақими мо аз бозиҳои гурӯҳии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025 миллиони мунтахабҳои то 20 сола идома дорад. ва ин лаҳзаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе мову шумо якҷо бозии миллиони дастаҳои то 20 солаи Уммон ва Кореяи Шимолиро якҷоя тамошо мекунем. албатта ин бозӣ барои ҳар ду даста муҳим аст, чунки ҳоло Кореяи Шимолӣ то ҳанӯз дар мусобиқаи мазкур шикастнопазир аст, дар зини аввал аст. ва биёд ба суруди миллии кишварро гӯш меандозем ва баъдан боз доир ба дигар ҷузъиётҳои бозӣ ба шумо хоҳем гуфт. тамошобинони азиз, гузориши мустақими хешро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе идома медиҳем. ин бозӣ даври чаҳоруми марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи И миёни дастаҳои Уммон ва Кореяи Шимолӣ аст. мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2025 миёни дастаҳои то 20 сола. дар гурӯҳи И ба ғайр аз дастаҳои Уммон ва Кореяи Шимолӣ ҳамчунин дастаҳои Малайзия, Тоҷикистон ва Шри-Ланка ҳам ҳастанд, ки мизбонӣ ин бозиҳоро кишвари мо яъне Тоҷикистон ба уҳда дорад ва ҳама бозиҳо дар ана ҳамин варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор шуда истоданд. дастаи Уммон дар даври аввал бо Малайзия бозӣ кард, бо ҳисоби 2-1 онҳо шикаст хӯрданд. баъдан дастаи Уммон дар даври дуюм озод буд, дар даври сеюм бошад бо ҳисоби бузурги 5-0 бар Шри-Ланка зафар ёфт, аввалин ғалабаашро таъҷил кард ва акнун ҳоло дар даври чаҳорум бо пешсафи ҷадвали мусобиқот бо Кореяи Шимолӣ мубориза хоҳад бурд. дастаи Кореяи Шимолӣ бошад дар даври аввал бо ҳисоби 4-0 бар Шри-Ланка зафар ёфт, баъдан дар даври дуюм онҳо бо Малайзия мусовӣ карданд 0-0. дар даври сеюм бо ҳисоби 2-0 Тоҷикистонро шикаст доданд ва акнун ин охирин бозӣ барои дастаи Кореяи Шимолӣ хоҳад буд, чунки дар даври панҷум онҳо озод мебошанд.
و همین ترتیب اگر به جدول مسابقات هم نظر افکنیم کره شمالی حالا با کسب 7 امتیاز در زینه اول است، مالزی با 4 امتیاز در زینه دوم است، عمان با 3 امتیاز در زینه سوم، تاجیکستان هم با 3 امتیاز در زینه چهارم، عمان باشد در زینه سوم است. بنابر تفاوتی توپا دست‌ها متناسباً موقع گرفتن. شریلانکا باشد بدون امتیاز در زینه پنجم است. هیئت دست‌ها را هم روی اکران‌های خویش دیدیم که در ادامه پرتر در مورد هیئتی هر دو دسته به شما خواهم گفت و حالا هم برای برگزاری بازی همه چیز آماده است. منتظر صدرنشین داور اساسی بازی میشویم و همین رو قید میکنیم که کره شمالی با پیراهن‌های سفید و دسته عمان باشد در واخوری امروزه با پیراهن‌های معمولی خیش یعنی سرخ بازی میکنند. جام آسیا میان دستای توپ 20 ساله سال 2025 در کشور چین برگزار می شود. حالا بازی مرحله انتخابی به مسابقه مذکور در قاره آسیا صورت گرفته است که در ادامه من به شما خواهم گفت که موقع گیری دسته چگونه است، کدام دسته امکانی خوبی راه یافتن به این مسابقه آسیایی را دارند و از این میون دسته منتخب تاجیکستان هم شانسی خوب دارد. ما بازی را میزبانی کرده ایستادیم و اگر در دو بازی من بعد ما توانیم که پیروزی به دست آوریم پس فرصتی به مرحله بعدی رفتن برای منتخب تاجیکستان پیدا می شود و اگر در واقع امروز از مالزی امتیاز از دست این پس دیگر ما نمی توانیم که راحتی بازی های نهایی جام آسیا 2025 را به دست آوریم. از مرکز میدان بازیگران دسته کره شمالی آمدند که بازی را شروع کنند. داور اساسی بازی هم هنوز وقت را می نگرد که چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا صدای شکش را بلند کند و به همین ترتیب کاپیتان دسته کره شمالی در مرکز میدان چوی کوک اونجا توپ را به هم دستایش پاس میدهد و بازی هم از مرکز میدان شروع می شود. بازی بین دستای عمان و کره شمالی بازی جولی میگذارد چون که عمان هم تلاش کرده است بهر راه یافتن به قسم نهایی جام آسیا میان دستای توپ 20 ساله که گفتیم سال 2025 در کشور چین برگزار می شود و آنها امروز چه هنر و مهارت دارند مقابل دسته کره شمالی نشان خواهند داد. اما کره شمالی که حالا از دستای پرقوت در گروه خویش است، دسته یک مساوی دارد، 2 پیروزی دارد و اگر امروز آنها پیروزی به دست آورند پس به دودیلگی از زینه اول راحتی مستقیم رو به قسم نهایی جام آسیا 2025 به دست میارند. البته اگر ما بر رشد فوتبال حالا به کشور کره شمالی نظر افکنیم هم دستای مردانه و هم دستای زنانه این کشور در سن سالی 20 24 و در همین سن سال من اگر نظر افکنیم فوتبال 20 ساله رشد یافته است. حتی دسته زنانه آنها میان دسته توپ 20 ساله قهرمانی جهان گردیدند. دسته مردانه نیز در همین سن سال بازی جالب خویش را نشان داده است و آینده فوتبال کره شمالی اگر همین طور رفتن گیرد باور کنید درخشان است. باید به هیئت دسته زود متوجه میشیم. از هیئت دسته عمان آغاز میکنیم که امروز به حیث میزبانی مینیمالی آنها بازی را ادامه داده ایستادند. در خط دروازه است رقم 1 عبدالله الجبری، در خط دفاع بازی میکنند رقم 2 آدای المنوری، رقم 4 عبدالله الممری، رقم 5 کاپیتان دسته جواد خلیفه العزی و رقم 13 عدنان خمیس المشایفری. در خط نیم محافظه هستند رقم 16 یاسر سید البلوشی، همچنین رقم 7 یوسف علی الشبیبی یکی از بازیگران کلیدی دسته عمان، رقم 8 مجید الفارسی و حملهگران دسته باشد رقم 9 محمد السعیدی، رقم 10 محمد غنیم و رقم 21 عبدالعزیز الشقسی. سرمربی دسته توپ ساله عمان است متخصص عمانی احمد مبارک العلوی. هیئت دسته کره شمالی چنین است. در خط دروازه رقم 1 هانگ کیل ریونگ، در خط دفاع بازی میکنند رقم 2 کیم یین وان، رقم 3 هان یا یونگ، رقم 4 سون هک میونگ، رقم
22 ری سونگ هون در خط نیم محافظه هستند. رقم 9 کیم یین سونگ، رقم 14 کیم سی جین، رقم 20 پاک لی کوانگ، رقم 21 یونگ سو هون. حملگران دسته باشد رقم 7 ری یونگ دوک و رقم 10 کاپیتانی دسته چوی کوک. سرمربی دسته کره شمالی است متخصصی کره‌ای جان چول. داوران بازی امروزه داور اساسی از کشور هندوستان است ونکتش راماچندران. در کنار راست با او کمک میکند هموطنش آرون پیلایی و در کنار چپ شاید امکانیت برای بازیگران دسته ایمان اینجا موفق شدن نمیتوانند. در کنار چپ باشد از ویتنام فام های تام اینجا با داوری اساسی بازی گفتیم که از کشور هندوستان است کمک میکند. داوری چهارم باشد نگیا دیولان از کشور ویتنام است. دو داور از کشور هندوستان و دو داوری دیگر باشد از کشور ویتنام امروز کار خواهند کرد. کمیسر بازی باشد محمد مندگو از کشور اردن است. شورای شما باشد من فریدون سفرزاده می باشم که دوام 90 دقیقه این بازی را برای شما شرح و توضیح خواهم داد. توجه می‌گذارند بازیگران دسته کره شمالی. فرصت بسیار خوب به میان آمد. ضربه که با سر داشت اینجا بازیگری دسته کره شمالی ریان داک اینجا پلوتر از دروازه میدان را ترک میکند. بسیار ارسال خوب از جانب کاپیتانی دسته اینجا انجام داده شد چوی کوک، اما کم خطا اینجا دروازه را به نشان گرفت ریان داک. به همین خاطر نتوانست که توپ را وارد دروازه عبدالله الجبری نماید. فشار میران بازیگران دسته ایمان. تیم توپ سوله منتخب تاجیکستان در گروه مذکور تماشاگران عزیز در دور اول آزاد بود. در دور دوم با دسته شریلانکا ما بازی کردیم با حساب 3-0 پیروزی به دست آوردیم. مسرور غفورов دوبل کرد، بلال بابایف باشد گل دیگر رو به ثمر رسانید. بعداً در بازی دیگر در بازی دور سیوم از دسته کره شمالی با حساب 2-0 ناکام گردیدیم. چوی کوک و روموریانگ از هیئت دسته کره شمالی به زدن گل دست یافتند. و اکنون امروز پس از همین واخوری ساعت 20:00 دقیقه دسته منتخب توپ سوله تاجیکستان با دسته مالزیا بازی میکند. از فرصت استفاده برده البته اون نفرانی که حالا طریق آینه نیلگون این بازی را تماشا دارند آنها دعوت به میان میاریم تا برای دستگیری ملی پوشانی میهن آیند تا دسته ما تواند که در این واخوری صاحب امتیاز گردد. بازی بسیار مهم است برای دسته ما. اگر ما توانیم که مالزیا رو شکست بدیم پس به زینه دوم جدول مسابقات میبرایم و در بازی آخر اگر بر عمان هم ظفر یابیم پس فرصت خوب است تا راحت مرحله بعدی رو صاحب شویم. چلاف دسته بهری راه افتند به مسابقه مذکور تلاش ورزیده ایستادند و 47 دسته به 10 گروه تقسیم شدند. اولین کارت زرد از جیب داور هندی بیرون کرده می شود و به محمد غنیم به بازیگری دسته عمان نشان داده می شود. گفتم که دسته در 10 گروه این 47 دسته موقع گرفتند. ویتنام میزبانی گروهی است. گروهی بی رو تایپه چین میزبانی کرده است. از کویت میزبانی گروه سی. گروه دی عربستان سعودی بازی در همون جا دایر شده است. در گروهی
کشوری ما تاجیکستان میزبان است که همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفته ایستادند. در گروه F باشد بازی‌ها در اندونزیا صورت گرفته ایستادند. در گروه G در لاوس بازی‌ها دایر شده ایستادند. امکانیت برای بازیگران کره شمالی و باز هم موفق شدن نمی‌تواند ریان داک. در گروه H باشد تایلند بازی‌ها را میزبانی دارد. در گروه I قرقیزستان، در گروه G باشد قطر. و به همین ترتیب پولو در گروه A که گفتیم اونجا بازی‌ها در ویتنام برگزار شده ایستادن. پس از 3 باخوری سوریه با کسب 9 امتیاز در زمینه اول است. ویتنام همچنین میزبان با 6 امتیاز در زمینه دوم است. گوام، بنگلادش و بوتان باشد با 2 امتیازی و 1 امتیازی در موقع بعدی هستند. و علاقه پیش از مهلت در گروه مذکور سوریه توانست که راحتی قسم نهایی جام آسیا میانی دستای توپ 20 ساله را به دست آورد. در گروه بی باشد ازبکستان و کامبوجا با 6 امتیازی در زمینه اول و دوم هستند. بحرین نیز 6 امتیاز دارد و در زمینه سوم است چون که ازبکستان دو بازی برگزار کرده است. کامبوجا و بحرین باشد اینجا 3 بازیگی را دایر کردند. در این بازی در کشور نپال صورت گرفته ایستادند. در کشور تایپی چین صورت گرفته ایستادند و نپال و تایپی چین باشد در زمینه 4 و 5 هستند. ازبکستان از فاوریت‌های اساسی بهره راه یافتن به مرحله بعدی در گروه مذکور هم دانسته می شود. در گروه سی کره جنوبی و امارات متحده عرب با 6 امتیازی در زمینه یکم و دوم هستند. کویت که میزبان برگزاری بازی مرحله گروهی در این گروه است با 6 امتیاز در زمینه سوم است و بنابر سبب تفاوتی توپ دست از کره جنوبی و امارات متحده عرب پایان‌تر در جدول مسابقات موقع گرفته است. لبنان و جزیره ماریانا باشد در زمینه 4 و 5 هستند. با وجود بگذارم بازیگران دسته ما دوست دارم صورتی بلند دارد. اینجا عبدالعزیز الشخصی و توپ را در نزدیک پایو میگیرند بازیگران دسته کره شمالی. در گروه دی عربستان سعودی بازی را میزبانی کرده ایستاده است با کسب 6 امتیاز در زمینه اول است. استرالیا نیز 6 امتیاز دارد و بنابر سبب تفاوتی توپ استرالیا در زمینه دوم است و همچنین دسته افغانستان هم 3 امتیاز دارد در زمینه سوم است. فلسطین و مکاو اینجا با 1 امتیازی در زمینه 4 و 5 هستند. عربستان سعودی و استرالیا فاوریت اساسی در گروهی مذکور محسوب میشوند. افغانستان هیئت بسیار خوب را در اختیار دارد. حتی آنها با این هیئت توانستند چند پیش در مسابقه کافا در شهر دوشنبه عنوان قهرمانی را به دست آورند و رشد فوتبال در این سن و سال در کشور افغانستان نیز بسیار نظررس است. در گروهی باشد گفتیم کره شمالی با 7 امتیاز در زمینه اول است و اگر امروز پیروزی به دست آورد پس مستقیم راحتی قسم نهایی جام آسیا میانی دستای توپ 25 ساله را توپ 20 ساله را که سال 2025 در کشور چین برگزار می شود به دست می‌آورد. مالایزیا با 4 امتیاز در زمینه دوم است که امروز با تاجیکستان بازی می‌کند. عمان با 3 امتیاز در زمینه سوم، تاجیکستان 3 امتیاز دارد و بنابر سبب تفاوتی توپ‌ها در زمینه چهارم است. شریلانکا باشد بدون امتیاز در زمینه پنجم موقع گرفته است. در گروه F یمن با 6 امتیاز در زمینه اول است. اندونزیا با 3 امتیاز در زمینه دوم است. تیمور شرقی و مالدیو باشد بدون امتیاز در زمینه سوم و چهارم هستند. سوم اینجا می‌بینیم که تا به آخر ادامه نمی‌یابد چون که دروازه‌بان هانگ کیل ریانگ توپ را داشته می‌گیرد و اینجا موفق شدن نمی‌تواند عدنان خمیس المشایفی. در گروه H باشد عراق، تایلند، فیلیپین و برونی موقع گرفتند. عراق با 3 امتیاز در زمینه اول است. بازی در تایلند دویش شده است در گروه مذکور و تایلند 3 امتیاز دارد اما بنابر سبب تفاوتی توپ‌ها عراق در زمینه اول است. در بازی دور اول عراق با حساب بزرگ 15-0 برونی را شکست داده بود و در دور دوم امروز با فیلیپین عراق بازی می‌کند. برونی باشد با تایلند. و ببینید که تفاوتی توپ‌ها نیز در گروه‌ها نقش بارز می‌بازد تماشابینان عزیز چون که 5 دسته که خود 5 دسته بهترینه که موقع دوم را اشغال می‌کنند می‌توانند که آنها نیز راحتی نهایی را در مسابقه مذکور به دست آورند. بنابر این سبب تا چند دسته و توان دارند می‌توانند که به دروازه رقیبان گل زنند. و ببینید که عراق 15 گل به دروازه برونی زده است. در گروه I ژاپن، قرقیزستان، ترکمنستان و میانمار هستند. ژاپن فاوریت اساسی است در زمینه اول است با 3 امتیاز. قرقیزستان که میزبان
بازی این گروه است. 3 امتیاز دارد در زینه دوم است. ژاپن در دور اول ترکمنستان را با حساب 2-0 شکست داد. قرقیزستان با حساب 2-0 بر میانمار ظفر یافت. و امروز میانمار با ژاپن و ترکمنستان با قرقیزستان بازی میکنند. روز 29 سپتامبر باشد. ژاپن و قرقیزستان با هم تلاش میکنند تا از زینه اول یکی از این دسته ها توانند که راحتی مرحله نهایی را در مسابقه مذکور به دست آورند. در گروه جی اردن، قطر، سینگاپور و هنگ کنگ هستند. آخرین گروه دهم. اردن با کسب 3 امتیاز در زینه اول است. قطر بازی را میزبانی دارد. قطر 3 امتیاز دارد، اما بنابر سبب توپ‌ها آنها متناسباً در زینه یکم و دوم موقع گرفتند. سینگاپور هنگ کنگ امتیاز ندارند. در بازی دور اول اردن با حساب 7-0 بر هنگ کنگ ظفر یافته است. قطر با 3-0 سینگاپور را شکست داد. اینا بودن جوگیر شوی دسته که من به شما گفتم کدام دسته ها امکانیت خوب دارند برای راه یافتن و مرحله نهایی جام آسیا من دسته تا 20 سالگی سال 2025 در کشور چین برگزار میشوند و تا آغاز ماه اکتبر علاقه همه دسته های اشتراکچی در قسم نهایی جام آسیا 2025 معلوم میشوند، چون که بازی آخری مرحله گروهی حالا جریان دارد. ضربه کنجی به فایده دسته عمان به متوجه میشیم که ضربه کنجی چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته عمان. اکثر بازیگران دسته عمان در داخل جرمگاه دسته کره شمالی هستند. ارسال انجام داده میشود و برطرف میکنند بازیگران دسته کره شمالی این وضعیت را اکنون. گرچنده که در فوتبال کره جنوبی شهرت و آوازهای زیاد دارد هم در آسیا و هم در جهان، اما ببینید که کره شمالی نیز حالا اکنون از کره جنوبی عقب نمیماند و هم در هیئت دسته‌های بانوان و هم در هیئت دسته مردان در سن سال 20 ساله حالا بسیار هم هیئت خوب را در اختیار دارند. ببینید که در این سن سال میان دسته‌های بانوان کره شمالی توانست که عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. حتی آنها عنوان قهرمانی آسیا را نیز صاحب شده بودند. که رشد فوتبال در این کشور چگونه خوب حالا ترقی یافته است. از هجوم میکنند بازیگران دسته عمان باید متوجه بشن. فرصت خوب ضربه زنی از ضربه زده میشود و پاولوتر از دروازه اکنون اینجا تو میدان رو ترک میکند. آن کی ریان در زبان کره شمالی خوب موقع گرفته بود اما اینجا نتوانست که موفق شود. محمد السعدی بر صورت اینجا کف میگوید به هم دستش اشاره میکند که بسیار پاسی خوب بود، مخصوصا پسی که محمد غنیم با محمد السعدی اینجا انجام داد، اما محمد السعدی اینجا درست‌تر ضربه زده نتوانست. از هیئت کره شمالی دو امکانیت خوب را از دست داد تا این لحظه ها. ریون داک از هیئت عمان باشد، محمد السعدی دو فرصت خوب را استفاده برده نتوانست. هر دو دسته امکانیت خوب را داشتند، مخصوصا دو فرصت خوب گلزنی رو و ببینید که بازی حالا برابر جریان دارد. اما در هیئت دسته ما نه چندان خوب بازیگری کلیدی این دسته را تا این لحظه در میدان احساس کرده است. منظورم آن است یوسف الشبیبی در یک بازی حتی دوبل کرده بود. یوسف من میگم که اون در کدام بازی بود؟ در بازی با شریلانکا. اشاره دسته کره شمالی اتوبان بازیگران کره شمالی حالا این لحظه ها کیم یی سونگ استوری با داخل جریمه با برطرف میکنند دفاعگران دسته عمان.
خلاص ايزي 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 ايزی فرصت برای بازیگران کره شمالی، اما ببینید که از این فرصتی که با میان آمده است درست‌تر در خط حمله هم دیگر فهمی رو نشان دادن در تماس هستند. ماجد جا لعبك ماجد خليك اللاعب طالع 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 معهم طالع معهم طالع معهم طالع خليك اللاعب جواد يا عبد الله جا لعبك عبد الله لعبك عبد الله هجوم من خلف عبد الله هجوم ملکه 20 دقیقه بازی پسی سر می شود حساب تا هنوز گشوده نشده است در بازی میان دستای عمان و کره شمالی. بعد بازی رو ویران کرد اینجا وسایتی کره شمالی جان متوجه بشیم که از ضربه جریمه‌ای چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته عمان در رأس توپ است. کاپیتان دسته جواد خلیفه ارسالی جواد به داخل جریمه‌گاه اینجا موفق شدن نمیتوانند بازیگران دسته عمان. حالا در بازی مرحله انتخابی جام آسیا 2025 می‌بینید منتخب‌های توپ 20 ساله سعید نوراللهیف از سایت ازبکستان با 4 گل بهترین نشانزن است. فشار خیلی هم خوب از جانب بازیگران دسته عمان اینجا راه‌اندازی گردیده است و ببینید که آنها حتی آنگونه فشار جانبی نیمه میدان کره شمالی دارند که بازیگران کره شمالی حتی به اشتباه راه داده ایستادند. این دو دسته بار اول است که با یکدیگر بازی کرده ایستادند. در این سن و سال قبلا بار هم بازی میان دسته عمان و کره شمالی را در این سن و سال ندیده بودیم. جای کوک کاپیتان دسته کره شمالی جو احوالش خوب است، میتواند بازی را ادامه بدهد و سرمربی دسته کره شمالی جان چال هم اینجا ببینید که چگونه زود به دست پرورانش توصیه داده ایستاده است. عبدالله الجبری اکنون از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. دروازه‌بان تیم ملی عمان. باید بازی بیرون کرده می‌شود از جانب بازیگر دسته کره شمالی کیم سی جین.
агар ба омурҳо назар афканем то ин дақиқаҳо ҳар ду даста омури баробар доранд, фурсатҳои хуби голзаниро ба миён оварда истоданд, аммо муваффақ нагардида истоданд. ҳуҷуми дастаи Умон тавассути канори чап бисёрам хуб, мутаваҷҷеҳ мешавем. Ирсол инҷо анҷом дода мешавад. Ирсоли зарбамонанд буд, аммо каме иштибоҳ кард Юсуф Алшабибӣ. ва инҷо аз ҳамдастояш маъзаратам пурсид. имконият барои бозигарони дастаи Умон тавассути канори рост ҳуҷуми даста роҳандозӣ мегардад. Ирсол ба дохили ҷерма гол ва бартараф мекунанд бозигарони дастаи Кореяи Шимолӣ. фишор аз ҷониби бозигарони дастаи Умон хеле зиёд мешавад. як зарба миҷро карда мешавад. вақт инҷо зуд тӯбро дошта мегирад Хонг Кил Риён дарвозабони Кореяи Шимолӣ, чунки агар тӯб аз майдон берун мешуд, пас онҷо зарбаи кунҷӣ ҳам ба фоидаи Умон мешуд. Риёнг омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. зарбаи Риёнг ба ҷониби ҳамдастояш инҷо иштибоҳ меравад. тӯб ҳам майдонро тарк мекунад. بیست دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی میان دستای عمان و کره شمالی باقی مانده است. فرصت برای بازیگران کره شمالی موفق شدن نمیتواند باز امری یونداک تکای سیمین فرصت گلزنی رو برای همدستایش فراهم آورده ایستادند، اما نمیتواند که دروازه رو درست به نشان گیرد. ریونداک جایشی بلند انجام داد از میان دو دفاعگری دسته عمان، اما موفق نگردید. خلي قدام عبد الله، خلي قدام. بازم به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته کره شمالی. ضربه اجرا کرده می‌شود و پهلوتر از دروازه تو میدان رو ترک می‌کند. ریونداک در خط حمله دسته کره شمالی بسیار فعال است. ببینید که از هر طرف میدان کوشش کرده است که فشار آورد، ضربه زند جانب دروازه عمان، اما تا هنوز نمیتواند که موفق بشود. هجوم دسته عمان برطرف میکنند دفاعگران کره شمالی. قاعده بازی ویران نگردیده است. اکنون اینجا قاعده بازی رو ویران میکند موهند الاسعدی در مبارزه بحری به دست آوردن توپ مقابل یان سوپون. تمام 65 سال می شود که در این سن سال از رشته فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقه را برگزار میکند. سر از سال 1959
جام آسیا میان دستای توپ 20 ساله برگزار میشه. در آخرین مسابقه که بود کشور ازبکستان توانست که عنوان قهرمانی رو به دست آورد. جو ازبکستان همچون میزبان توانسته بود که عنوان قهرمانی رو صاحب شود. مسابقه سال 2023 برگزار شده بود و در فینال ازبکستان با حساب 1-0 توانسته بود که عراق را شکست بدهد. ژاپن و کره جنوبی باشد مدال های برنجی را در این سن و سال در آخرین مسابقه جام آسیا میان دستای توپ 20 ساله به دست آورده بودند. البته باید مسابقه امروز سال 2020 برگزار بشد در کشور ازبکستان، اما بنابر سببی که آن زمان خروج ویروسی کووید 19 بود مسابقه به تاخیر انداخته شد و سال 2023 مسابقه دوئل شده بود. سال 2025 باشد کشور چین میزبانی مسابقه را به عهده گرفته است و سال 2018 باشد مسابقه در اندونزیا برگزار شده بود و آنجا عربستان سعودی کره جنوبی را با حساب 2-1 شکست داده عنوان قهرمانی را صاحب شد و آنجا ژاپن و قطر با گرفتن مدال های برنجی نایل گردید. فرصت برای بازیگران کره شمالی توپ را داشته میگیرد عبدالله الجبری. سال 2010 14 سال پیش دسته کره شمالی توانسته بود که عنوان قهرمانی را در این سن و سال به دست آورد. در فینال بر استرالیا با حساب 3-2 ظفر یافته بود کره شمالی و آنجا کشور چین میزبانی مسابقه را به عهده داشت. اگر ببینید که کره شمالی باز هم تواند که راه خط قسم نهایی جام آسیا 2025 را در کشور چین به دست آورد. کشور چین برای این دسته بسیار هم به قول سرزمین پروفایز است که 14 سال پیش در همین سرزمین توانسته بود که عنوان قهرمانی را صاحب شد. همچنین سال 2006 در هندوستان نیز کره شمالی با شکست دادن ژاپن در سلسله ضربه‌های پنالتی عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. اینا بودن نتیجه های بهترین دسته کره شمالی در این سن و سال در مسابقه جام آسیا. سال 1959 باشد مسابقه در کشور مالایزیا برگزار شده بود. اولین مسابقه در این سن و سال و آنجا دسته کره جنوبی توانسته بود که عنوان قهرمانی را به دست آورد. امید دو موسم که مسابقه در مالایزیا برگزار شده بود دو مرتبه پای هم کره جنوبی و مالایزیا به فینال راه یافتند که در هر دو بازی هم کره جنوبی پیروزی به دست آورد. اصلا بیشتر در این سن و سال دسته کره جنوبی عنوان قهرمانی را به دست آورده است. آنها قهرمانی 12 کرته در این سن و سال در آسیا داشتند. فرصت برای بازیگران کره شمالی اینجا موفق نمیشوند. عبدالله الجبری توپ را داشته میگیرد. سال 2023 گفتیم که ازبکستان در فینال عراق را شکست داد و قهرمانی را به دست آورده بود. همچون میزبان اولین جایزه خویش را در این سن و سال صاحب شده بود. آنجا بهترین بازیگر عباسبک فیض‌الله‌یف از هیئت دسته ازبکستان اختراف شده بود. بهترین 16 باشد ناوکی کوماتا با 5 گل از هیئت دسته ژاپن اونجا اعتراف کرده بود. بهترین نتیجه دسته عمان باشد در این سن و سال در مسابقه جام
осиё ин дар солҳои 2000 ва 2014 мебошад ки даста тавониста буд ки дар марҳилаи гурӯҳӣ иштирок кунад. фурсат барои бозигарони дастаи Умон бед мутаваҷҷеҳ мешавем. онҷо имкони зарбазанӣ пайдо намекунад. Юсуф Ал-Шабибӣ соли 2023 дар ҷомеи Осиё миёни дастаи то 20 сола дастаи Кореяи Шимолӣ натавониста буд ки ба қисми ниҳоӣ роҳ ёбад. дастаи Умон низ онҷо ба қисми ниҳоии мусобиқа роҳ ёфта буд ва онҷо ҳам дар қисми ниҳоӣ аниқтараш дар як гурӯҳ бо Тоҷикистон, бо Урдун ва Кореяи Ҷанубӣ буд. онҷо Тоҷикистону Умон натавонистанд ки аз гурӯҳ ба даври баъдӣ раванд. дар ҳамон вохӯрӣ бо ҳисоби 1-0 дастаи Тоҷикистон бо ягона голи Амадонӣ Камолов тавониста буд ки Умонро шикаст бидиҳад. дар ҷоми Осиёи соли 2018 бошад ки кишвари Индонезия онҷо мусобиқаро мизбонӣ карда буд ва Арабистони Саудӣ унвони қаҳрамониро ба даст оварда бори сеюм ҷоизаи қаҳрамониро соҳиб шуда буд. дастаи мо Тоҷикистон онҷо иштирок дошт. дастаи Кореяи Шимолӣ низ дар он мусобиқа бори 13 иштирок карда буд. зем дастаи Кореяи Шимолӣ қаҳрамони секаратеи ҷоми Осиё дар ин сину сол аст. ва ҳамонҷо дар ҷоми Осиё дар соли 2018 дастаи Кореяи Шимолӣ дар як гурӯҳ бо Ҷопон, Тайланд ва Ироқ буд ва онҷо бо як ғалаба, яъне бо 3 имтиёз дастаи Кореяи Шимолӣ натавониста буд ки аз гурӯҳ ба даври баъдӣ равад. ва бубинед ки билохира пас аз 6 сол дигарбора бозигарони Кореяи Шимолӣ ҳоло талош карда истоданд ва аллакай онҳо аз гурӯҳ ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаам роҳ ёфтем гӯем хато намекунем. пас аз 6 сол дигарбора тавонистанд ки ин роҳхатро соҳиб шаванд. ده دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی میان دستای عمان و کره شمالی باقی مانده است. حساب تا هنوز گشوده نشده است. اگر امروز عمان تواند که از کره شمالی امتیازی تواند، پس ما میتوانیم در صورت دو پیروزی در بازی باقی مانده از این اول роҳхати марҳилаи баъдиро соҳиб шавем. манзурам дастаи Тоҷикистон аст. агар ба шарте ки имрӯз мо аз Малайзия ки бо Кореяи Шимолӣ мусовӣ карда буд имтиёзи тонем ва баъдан Умонро ҳам шикаст бидем. ман аллакай гуфтам дар мавриди бозии Умон ва Тоҷикистон дар ин сину сол ки дар ҷоми Осиё дар соли 2023 дар кишвари Узбекистон дар як гурӯҳ буданд ва онҷо дастаи мо бо голи Амадони Камолов тавониста буд ки Умонро шикаст бидиҳад. боз ҳам боварӣ дорем ки ин навбат дар мизбонӣ дар бозии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳӣ метавонем аз Умон имтиёз дорем. аммо бибинед ки Умон ҳам ҳоло бозӣ бад нишон надода истодааст то ин лаҳзо муқобили Кореяи Шимолӣ. ва бибинед ки таваҷҷӯҳи даста чемпионат ба хати ҳамла инҷо бештар аст ва ҳатто имкониятҳои хуби голзаниро низ онҳо фароҳам оварда истоданд дар назди дарвозаи Кореяи Шимолӣ, аммо муваффақ намешаванд ки хати дарвозаи он Кил Рионгро рахна намоянд. لولا رجلك
فرصت خوب بود برای ری یونگ دوک، باز هم موفق نگردید. عبدالله الجبری اینجا توپ رو به نزد پای عبدالله الممری میگذارد تا او توپ رو به بازی درآورد. عبدالله ثبت قدام. فشار میران بازیگرانی دسته ما باید متوجه میشیم که این هجوم دسته با کدام نتیجه انجام مییابد. جو کمی سروسیمه میشود. عبدالعزیز الشخصی و توپ را هم از دست میدهد. فرصت برای بازیگرانی دسته ما دیگر بار به میان میاد. توسط کنار راست هجوم دسته دوم میاد. توپ را در میدان نگه داشته نمیتواند. اکنون اینجا بازیگری دسته ما مجید الفارسی بود. اگر مجید اینجا توپ را ادامه داشت پس فرصتی خوب بود برای بازیگران دسته امون تا به نتیجه نایل گردند. جواد لعبك يا عبد الله، انا لعبك عبد الله. وليد لعبك 7 باقي لعبك 10 يا استاذ. عدنان لعبك جواد، قلبك لعب جواد. طالع شويه طالع. ايه في جواد، في الاولى شيل. قلت لك ايه لاعبك هنا، لاعبك هنا علي. باقي خلفك اللاعب. فشار میارند بازیگران دسته کره شمالی. توپ را به خوبی بازیگران دسته مان زود به عکس الهجوم میگذارند اومانی ها و اینجا دفاعگران دسته کره شمالی میتوانند که وضعیت را برطرف سازند. 4 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب تو هنوز در باخوری میونه دسته مان و کره شمالی شده نشده است. هر دو دسته هم بسیار بازی خوب را نشان داده ایستادند. يسار جاي. هنا لاعبك يا عبد الله جواد، خلفك اللاعب. بيلعب طويل هنا، بيلعب طويل هنا. ايه هذا خلفنا هذا. 7 ايه هنا لاعب يا ابو علي. ما قدر. ما يلف بدون فاول. خلاص ايزي. طالع. ماجد لاعبك 10 عدنان. عبد الله لاعبك يا عبد الله. لولا عدنان. جوزك. ايه يسار جاي. خليك اللاعب. اطلع. هادي ايه فرصت خوب بود برای بازیگران دسته کره شمالی و بودید که اینجا توپ واردی دروازه نمیشود. ايه 7 7
شوت قلت لك عليه يلا العب يلا عشان طلع بعدين پس که انجام داد دفاعگری دسته من راست و دسته دروازه‌بان دسته کره شمالی هان ریان به آمدن میرسد. قلبك اللاعب يا قلبك اللاعب ايه 10 فاضي ايه باقي لاعبك باقي لاعبك باقي 10 لاعبك ايه 9 هناك يا ابو علي ايه 20 هاك اللاعب طلع لاعبك يا عدي عدي لاعبك عدي از اوت رو با بازی ضرورت کیم جینوان هوب كيف قلنا جوال عاش جوال به متوجه میشیم که چند دقیقه لوا کرده میشود. 1 دقیقه با قسم اولی بازی سم کرده میشود. بينزل لاعب هيك اللاعب ملعب لولا شوت خلاص فرصت برای بازیگران دسته کره شمالی باید متوجه میشیم اینجا برطرف میکنند دفاعگران دسته عمان. همینطور قسم اول بازی با نتیجه مساوی انجام می‌یابد. داوری هندوستانی صدای هشتکش رو بلند میکند و بیاد اکنون تماشابینان عزیز ما و شما هم تنفس میکنیم و بعداً باز با نیمه دومی بازی با ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برمیگردیم و آنجا میبینیم که عمان و کره شمالی باز در نیمه دومی بازی میتوانند که با زدن گل دست یابند و یا بازی با کدام نتیجه انجام یابد.
ду даста бо натиҷаи мусовӣ 0-0 анҷом ёфта буд ва акнун мебинем ки дар нимаи дуюми бозӣ дастаҳо чӣ гуна бозиеро манзури мо шумо мегардонанд. این بازی دور چهارم در گروهی است میان دسته‌های توپ 20 ساله. این بازی در بازی مرحله انتخابی جام آسیا 2025 و آخرین بازی کره شمالی در مرحله گروهی است و دسته اگر امروز تواند که صاحب امتیاز گردد پس میتواند که دلپرانه از این اول راهش را به مرحله نهایی جام آسیا 2025 میان دسته‌های توپ 20 ساله هموار نماید. تغییرات در حیات هر دو دسته در قسم دوم بازی دیده نمی شود. بیاید زود اکنون به حیات دسته در نیمه دوم بازی متوجه می شویم. از حیات امون آغاز میکنیم. رقم 1 دروازه‌بان عبدالله الجبری، دیگر بازیگران رقم 2 آدای المنوری، رقم 4 عبدالله الممری، 5 کاپیتان دسته جواد خلیفه، 7 یوسف الشبیبی، 8 مجید الفارسی، 9 محمد السعدی، 10 محمد غنیم، 13 عدنان خمیس، 16 یاسر سعید، 21 عبدالعزیز الشخصی. سرمربی دسته توپ 20 ساله عمان است احمد مبارک. حیات دسته کره شمالی چنین است. دروازه‌بان رقم 1 هانگ کیلریونگ، دیگر بازیگران رقم 2 کیم ین وون، 3 هان جا یونگ، 4 سون هاک یونگ، 7 ریون دوک، 9 کیم ین سونگ، 10 کاپیتان دسته چوی کوک، 14 کیم سی جون، 20 پاک ایلگوان، 21 جونگ سوهان، 22 باشد ری سونگ هون. سرمربی دسته کره شمالی باشد جون چول است. در نیمه اولی بازی دسته کره شمالی فرصت‌های خوبی گلزنی داشت که اکثر آنها را استفاده برده نتوانست. ریون دوک چند مراتب کاپیتان دسته چوی کوک ارسال خوب را جانب این حمله‌گر ارسال کرد، اما همان حالتایی که برای دوک فراهم آورده می‌شدند نمی‌توانست که درست‌تر جانب دروازه ضربه زند. به همین خاطر آن فرصت‌ها را بدون نتیجه برای دستش به انجام رسانید. در حیات دسته عمان باشد فرصت‌های خوبی گلزنی بودند برای یوسف علی الشبیبی، محمد السعدی، محمد غنیم، همچنین عبدالعزیز الشخصی، اما آنها نیز اشتباه کردند و نتوانستند که مشرف به زدن گل در این بخوری در قسم اولی بازی بگردند. و هم اکنون قسم دومی بازی هم شروع شد. دسته تلاش کرده ایستادند بهر به دست آوردن امتیاز. البته کره شمالی رو مساوی هم میتواند که از این اول راهش رو به مرحله نهایی جام آسیا در این سن سال هموار کند. و 6 سال پیش دسته اشتراک کرده بود در مسابقه جام آسیا در این سن سال در کشور اندونزیا، بعدا در مسابقه جام آسیا که سال 2023 در ازبکستان در این سن سال برگزار گردید. کره شمالی نتوانست که از مرحله انتخابی به قسم نهایی مسابقه راه یابد. و اکنون پس از 6 سال ببینید که فرصتی خوبی برای بازیگران دسته کره شمالی به میان آمده است تا به قسم نهایی مسابقه راه یابند. سال به کناری راست اینجا بدون نتیجه بود. درست برو زده نمیتواند. یسر سعید البلوشی از اوت رو به بازی می‌دارد. ان جی یونگ کیم ین وون با کمک کرد.
ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Умон. Фурсати хуб ҳам барои онҳо фароҳам омадааст. Пас ба канори рост акнун ақибнишинӣ мекунанд, чунки аксари бозигарони Кореяи Шимолӣ ҳоло дар нимаи майдони хеш ҳастанд ва тӯбро ҳам аз даст дод. Акнун боз инҷо Ясар Саид чанд лаҳза пеш ҳам Яшар натавониста буд ки дурусттар тӯбро ба канори рост ирсол намояд. Ким Йинвон ҳуҷуми дастаи Кореяи Шимолӣ тавассути канори рост бисёрам хуб. Йинсонг эрсол ба дохили ҷаримаҳгоҳ. Аввалин шуда ба ту мерасанд бозигарони дастаи Умон. Акнун ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Умон. Фурсати хуб ҳам буд, паси бисёрам хуб инҷо ҷониби Муҳанд Ал-Саъдӣ анҷом дода шуд, аммо Саъдӣ инҷо натавонист ки аз миёни дифоъгарони дастаи Кореяи Шимолӣ бо суръати баланд гузарад. Каме суръати ин бозигар пастӣ кард ва ба ин хотир дифоъгарони Кореяи Шимолӣ тавонистанд ки ин вазъиятро бартараф кунанд. Фурсати хуб барои бозигарони Кореяи Шимолӣ инҷо ба миён меояд ва бубинед ки бо мушкили тӯбро зада аз дохили ҷаримаҳгоҳ берун мекунанд бозигарони дастаи Умон. Манварӣ ва Абдуллоҳ Ал-Мамарӣ инҷо талош карданд. Мамарӣ тавонист ки тӯбро зада аз майдон берун кунад. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Кореяи Шимолӣ. Бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки зарбаи кунҷиро чӣ гуна истифода мекунанд бозигарони тоби солаи дастаи Кореяи Шимолӣ. Мавқеят мегирад Абдуллоҳ Ал-Ҷабрӣ. Абдуллоҳ Ал-Ҷабрӣ аз хатти дароза тӯбро ба бозӣ медарорад. тӯбро хоби бозигарони дастаи Умон, аммо инҷо тӯбро соҳиб мешаванд аз маркази майдон бозигарони Кореяи Шимолӣ. Йонг Суҳун буд ки тӯбро ба Кореяи Шимолӣ баргардонид. ва бибинед ки акнун дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ҳаво боронӣ мешавад. мусоидӣ буд, ҳаво инҷо акнун ба миён меояд. боридани борон шурӯъ гардид. Абдуллоҳ Ал-Ҷабрӣ инҷо ба ҳамдасташ кӯмак мекунад. омода аст акнун Ҷавод Халифа, капитани дастаи Умон, аз аут тӯбро ба бозӣ дарорад. бартараф мекунанд дифоъгарони Кореяи Шимолӣ. талошҳои дигарбори бозигарони дастаи Умон. инҷо аз пои ҳафти дар дохили ҷаримаҳгоҳ бозигари дастаи Умон, аммо қоидаи бозӣ онҷо вайрон нагардидааст. давор ба чизе ишора намекунад. зуд ба аксулҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Кореяи Шимолӣ, аммо аз пои меафтад инҷо Ри Йондок. инҷо қоида вайронкунӣ набуд, чунки худи Док лағжиш хурд ва аз пои афтод. фурсати дигарбора барои бозигарони дастаи Умон. инҷо муваффақ шуда наметавонанд. Сонг тавассути канори рост ҳуҷуми дастаи Кореяи Шимолиро идома медиҳад. як нафарро гузашт. фурсат барои бозигарони Кореяи Шимолӣ. аз пой меафтад капитани даста Чоэ Кук. довари ҳиндӣ ҳам садои шакашро баланд мекунад. ва инҷо чӣ аст?
اینجا برای نیرنگ بازی با کاپیتان دسته کره شمالی داور هندی کارت زرد نشان میدهد. یگان قاعده ویرانکنی اینجا به قید گرفته نمی شود، بلکه برای نیرنگ بازی با چوی کوک داور کارت زرد نشان داد. ببینید اینجا یگان رسیش پای بازیگر دسته عمان مجید الفارسی با چوی کوک نبود. او نیرنگ بازی کرد و خود را از پای افت داور هندی هم زود این حالت را مشخص کرد و با او کارت زرد نشان داد. هجوم دیگر برای بازیگران دسته کره شمالی توسط کنار چپ صورت میگیرد. دفاعگران دسته عمان اینجا صاحب توپ میشوند. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته کره شمالی. فشار میارند بازیگران کره شمالی. اکنون توسط کنار چپ هجوم دسته رو اندازی کرده می شود. یونگ سران پس خوب را اینجا به دستش میرساند. یونگ فرصت هست برای بازیگران کره شمالی اما توپ را از دست میدهند. اکنون توسط کنار چپ هجوم دسته کره شمالی دوم مییابد. صد میگذارند بازیگران عمان و زود به عکس الهجوم میگذارند. اکنون بازیگران دسته عمان باید متوجه میشویم. عبدالعزیز با توپ است. پس عبدالعزیز اینجا با کاپیتان دسته وارد جریمه‌گاه میشود. ارسالی جواد خلیف اینجا انجام داده شد و توپ رو داشته میگیرد هون کیلریون اکنون. خوب بازی کرد کاپیتان دسته عمان اما ارسالی که او به داخل جریمه‌گاه انجام داد اون را داشته گرفت روزبان دسته کره شمالی و نگذاشت توپ تا به نزد پای بازیگران دسته عمان رود. توپ را از دست داد در مرکز میدان یوسف الشبیبی. سونگ هونگ توسط کنار شب به هجوم میگذارند بازیگران دسته کره شمالی. امکانیت هست برای بازیگران کره شمالی اما اینجا توپ را از دست داد کاپیتان دسته چوی کوک. اولین تغییرات در واخر امروز انجام داده می شود. از هیئت کره شمالی بازیگر آماده است که وارد میدان شود. یوسو اونگ به میدان میبرد و او در میدان عوض میکند پاک ایل گوان را. اولین تغییرات در واخوری میان دسته عمان و کره شمالی. اکنون در موقع نیم حافظه بازی میکند یوسو اونگ در موقع پاک ایل گوان که در کنار چپ بود. ببینید که باز چگونه فرصت برای بازیگران کره شمالی بود و باز هم توپ وارد دروازه نمیشود. الکی بار دوم است که همین گونه توپ با پهلو یا تیر دروازه برخورده وارد دروازه عمان نمیشود. در قسم اول نیز چنین حالت به قید گرفته شده بود. اینجا حالت نوبازی به قید گرفته می شود. ریان دوک در حالت نوبازی بود است اما بر صورت ببینید که چگونه حالت خوبی گلزنی بود برای بازیگران دسته کره شمالی. فرصت برای بازیگران عمان به میان میاد. ضربه هم زده می شود و توپ به بالای دروازه برمیخورد. فرصتی دیگر برفت توپ وارد دروازه نمی شود. چگونه امکانیت بود برای بازیگران دسته عمان. عبدالعزیز الشخصی ضربه زد. ضربه به بالای دروازه برخورد و بعدا پس از برگشت توپ نتوانست که توپ را وارد دروازه خالی نماید. هم دستش باید متوجه میشیم که چگونه ضربه اجرا کرده شد. توپ به پهلوی دروازه برخورد بعدا به دروازه بان رسید و پس از برگشت توپ نتوانست موفق شود. محمد السعدی فرصتی 100% گلزنی را از دست میدهند بازیگران دسته عمان. نیم ساعتی دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. یکی از بازیگران دسته عمان حالا اینجا سه برداشته است
المنوری است. نوفهمی هم میانی بازیگرانی هر دو دسته اینجا با میان اومد، مخصوصا میانی المنوری و ری یونگ دوک. بارشی باران شدت میگیرد در شهر دوشنبه و کارگردان هم ببینید که از هر یک زاویه باریدن باران نیسان تیر ماهی را به ما شما نشان میدهند که باز هم بازی دسته ها را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه اینجا جالب و جذاب کرده است. برای اکثر بازیگران بازی کردن در زیر باران خوشایند است و آنها میتوانند که در چنین فضا البته بازی کردن را انیخترش دوست میدارند. فرصت برای بازیگران دسته ایمان و میبینیم که در چنین فضا بازی کردن شاید برای بازیگران دسته ایمان جالب است که پس از شدت گرفتن باران بازی آنها نیز شدت میگیرد. فرصت خوبی گلزنی را از دست دادن. البته در کشور ایمان باران کم میزند، اونجا گرمی هوا بیشتر است. به همین خاطر برای بازیگران دسته ایمان بازی کردن در زیر باران فکر میکنم جالب است. از اوتوبر با بازی می‌دارد بازیگری دسته کره شمالی ان یونگ فشار میارند بازیگران کره شمالی اکنون. اگر عموم تواند که امروز اگر رود مقابل کره شمالی پیروزی به دست آورد، پس با کسب 6 امتیاز به زینه دوم جدول مسابقه خود میبرد و ما هم اگر توانیم که مالایزیا رو شکست بدیم، پس امتیاز ما نیز به 6 عدد میرسد و اگر در بازی اخیر بدن دسته ما تواند که مقابل عموم پیروزی به دست آورد، پس فرصتی خوبی هم هست که برای ما از زینه اول و قسم نهایی جام آسیا بریم. فرصت هست. برای همین غلبه عمان مقابل کره شمالی این با فایده دسته ما خواهد بود تا ما توانیم از زینه اول در دو بازی باقی مانده پیروزی به دست آورده و قسم نهایی جام آسیا بریم. دوباره خوب بازیگران دسته عمان، اما باید استادی مربیان و بازیگران دسته ما بازی عمان را خوب اینجا آموزان ببینند که چگونه دسته عمان مقابل کره شمالی تا این لحظه بسیار بازی خوب و ارزنده رو نشان داده است. در خط دفاع بسیار خوب بازی میکند دسته عمان، در خط نیم حافظه نیز بازی خوب کرده است. تنها حملهگران آن فرصتایی که برایشان فراهم آورده شد نتوانستند که درست و دقیق استفاده کنند. توجه می‌گذارم بازیگران دسته ایمان در مرکز میدان تلاش کاپیتان دسته توپ را از دست می‌دهد اکنون جواد خلیفه از ازی. دیگر بار توپ را به خوبی بازیگران دسته ایمان ضربه زده می‌شود از جانب یوسف الشبیبی و توپ را داشته می‌گیرد هان کیلریان. رعد و برق می‌زند در فضای شهر دوشنبه. جالبیت و جاذبیت بازی بین دسته ایمان و کره شمالی باشد باز هم دیدنی تر می شود. عاش good luck Margie, good luck, follow! good luck حسن. یکی از بازیگران دسته ایمان اینجا از پای افتیده است. یاری تیپی به او رسانیده می شود. موهن السعدی است این بازیگر.
حمله‌گری دسته عمان. یاری تیبی با بازیگر اوسیب دیده رسانیده شده. از صورت از فرصتی به میان آمده بازیگران هم تشنگیشان رو رفع میکنند. حالا اوسیب برداشته است اینجا مهند السعدی. ببینید که او رو بازنبر اکنون مجبور میشوند از میدان گیرند و اکنون تغییرات اجباری هم شاید در ایتی دسته عمان انجام داده شد. ببینید چگونه دغلان خواهد بازی ویران کرده شد مقابل حمله‌گری دسته عمان. خواهد بازی رو ویران کرده است سونگ هاکمیون. آماده شده است بهری به میدان برآمدن فیصل الحدیدی به جای مهند السعدی که لاسه برداشت و به طور اجباری میدان رو ترک کرد. Substitution for Oman, player number 9, Mohamed Al-Saadi, replaced by player number 20. میدان برایت فیصل الحدیدی به جای مهند السعدی. و اکنون میبینیم که این بازیگر تا کدام اندازه میتواند موقع مهند السعدی رو در خط حمله پر کند. با وجود میگذارند بازیگران دسته کره شمالی توسط کنار چپ ارسال به داخل جریمه گاه. فرصت است برای بازیگران کره شمالی و انجام موفق نمیشود. کیم ین سونگ بسیار هم فرصت های خوبی گلزنی برای کیم ین سونگ امروز هم دستایش فراهم آورده ایستادند، اما بخت برای این بازیگر امروز نمیخواند تا مشرف به زدن گل شود. ببینید چگونه ارسال خوب اجرا کرده شد از جانب یو سوونگ، اما موفق نمی شود کیم ین سونگ. دوباره خوبی بازیگران دسته عمان اشاره اکنون ادامه میدهند. بازیگران دسته عمان پر بازیگران کره شمالی در نیمه میدانی خویش هستند. خط دفاع را پیش گرفتند. فرصت هست برای عمانی ها و موفق نمیشوند. بسیار خوب بازی کرد در خط دفاع اینجا از سایت دسته کره شمالی ری سونگ هونگ. توانست که با یک پای غیچ این وضعیت رو برطرف کند و موفق نشد. با ضربه زنی غسان المسروری از سایت دسته عمان. بازیگری که از سایت ذخیروی به میدان برآمده است. 20 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی میان دسته‌های عمان و کره شمالی باقی مانده است. حساب تا هنوز در این مخری گشوده نشده است. کنی ضربه زنی است برای بازیگران دسته عمان. یک نفر را میگذارد و اینجا پاسی اولی را هم میدهد و هم دسته‌اش فرصت است برای بازیگران دسته عمان. ضربه و توپ چگونه وارد دروازه نمیشود. احسن به اشار سعید البلوشی که چگونه توجه بازیگران کره شمالی را به خود جلب کرد و به منبری پس داد، اما منبری را ببینید که اینجا ضربه زد و تو پهلوتر از دروازه میدان را ترک کرد. حتی به پهلوی دروازه هم کمی برخورد. فرصت‌های خوبی گلزنی برای بازیگران دسته عمان به میان آمده ایستاده است، اما نمیتوانند موفق شوند.
он Килрион тӯбро ба бозӣ метарорад. Акнун бориши борон ҳам кам шудааст. зуд акнун бояд аз аут тӯбро ба бозӣ дароранд бозигарони дастаи Умон, чунки аксари бозигарони Кореяи Шимолӣ дар нимаи майдони Умон буданд. Акнун инҷо каме саросима тӯбро ба бозӣ надароварданд. бубинед кама мавқеъҳоро ишғол мекунанд бозигарони дастаи Кореяи Шимолӣ. фурсат барои бозигарони дастаи Умон. тӯбро боз ҳам аз даст медиҳад. инҷо Ғасан Ал-Масрурӣ ба ҷои Муҳанд Ал-Саъдӣ Ғасан Ал-Масрурӣ вориди майдон шудааст. гарчанде ки онҷо омодагӣ дида истода буд Файсал Ал-Ҳадидӣ. тавассути канори рост ҳуҷумро идома медиҳанд бозигарони дастаи Умон. аз пой меафтад инҷо Абдулазиз Ал-Шахсӣ. боз ҳам шиддат мегирад борон. Афтид бозигари дастаи Умон дар дохили ҷаримакҳои Кореяи Шимолӣ. фурсат барои бозигарони Умон ба миён меояд. зарба ба тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад. як зарбаи дигар ба тӯб вориди дарвоза намешавад. чӣ гуна имкониятҳоро дуруст истифода бурда наметавонанд бозигарони дастаи Умон. Ғасан Ал-Масрурӣ дуруст зарба зада наметавонад. Муҳаммад Ғаним дуруст зарба зада наметавонад. чӣ гуна фурсатҳо буд барои ин ду бозигар. бубинед ки чӣ гуна тӯбро дар назди пои дифоъгарони Кореяи Шимолӣ гирифт. зарба зад Юсуф Ал-Шабибӣ. баъдан дар кӯшиши дигар муваффақ нагардид Ғасан Ал-Масрурӣ. агар ҳамин гуна талошаашонро идома додан гиранд бозигарони дастаи Умон, пас метавонанд имрӯз аз Кореяи Шимолӣ имтиёз ситонад. сармураббии даста Аҳмад Муборак ҳам зуд ба дастпарваронаш тавсия дода истодааст ки чӣ гуна аз кадом мавқеъҳо бояд ҳуҷумро ҳамин гуна сари вақт роҳандозӣ кард то муваффақ ва натиҷа ба даст овард. фишорро идома медиҳанд бозигарони дастаи Умон. пурра бозигарони Кореяи Шимолӣ дар нимаи майдони хеш ҳастанд. пас ба канори рост буд ба Умон самте ки Маҷид Алфорсӣ қарор дошт. бар сурат зарбаи кунҷӣ кор мекунанд бозигарони дастаи Умон. бозикар инҷо Маҷид Алфорсӣ. бубинед мутаваҷҷеҳ мешавем ки акнун аз зарбаи кунҷӣ чӣ гуна кор мегиранд бозигарони дастаи Умон. ارسال ба дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби бозигарони дастаи Умон буд. Абдулазиз буд ки тӯбро ирсол кард, аммо бидуни натиҷа. فشار میارند بازیگران دسته کره شمالی توسط کناری راست. سانگ بسیار هم خوب بنیاد هست برای بازیگران کره شمالی، اما ببینید که عقب نشینی کرده ایستند چون که همه موقع رو جو محکم کردند بازیگران دسته اومون. سانگ در حالت نوبازی است و کناری جو اشاره میکند. بازیگری جدید از سایت کره شمالی به میدان میبراید. ریونگ حمله‌گر و او در میدان وضع میکند کیم یین سونگ را. دومین تغییرات در سایت دسته کره شمالی بود. می‌بینید که اینجا هم در حالت نوبازی بود. کیم یین سونگ فرصت‌های خوبی گلزنی را استفاده کرد نتوانست تا این لحظه و 15 دقیقه ماندن تا انجام وقت اساسی سرمربی او را عوض کرد. و می‌بینیم که در موقع او اکنون ریونگ چگونه بازی میکند. کاپیتان دسته با توپ است. کوک یک نفر رو میگذارد.
جول اینجا مکتون آوت با فرویده کره شمالی است. کیم یینوان از آوت زود رو با بازی می‌دارد. توجه رو به خط حمله بیشتر میکنند بازیگران دسته کره شمالی. برابوی مونی ها یوسف علی الشبیبی یکی از بازیگران با مهارتی این دسته اولو تلاش کرده ایستاده است. پسی او به سمت فیصل الحدیدی بود. فیصل الحدیدی هم وارد میدان گردیده است اما او رو در میدان گذاشتن نتوانست. کمتر از 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی میان دسته عمان و کره شمالی باقی مانده است. حساب هنوز هم شده نگردیده است، 0-0 است. این بازی دور چهارم مرحله گروهی بازی مقدماتی جام آسیا 2025 میان دسته تا 20 ساله است که بازی این گروه در شهر دوشنبه برگزار شده ایستادند. پس از این باخوری دسته جوانان تا 20 ساله تاجیکستان با مالایزیا بازی میکند در همین ورزشگاه خانگی و پس از آن باشد بازی دوری پنجم بازی دوری آخر در گروه مذکور روز 29 سپتامبر برگزار میشوند که شریلانکا با مالایزیا و تاجیکستان با عمان بازی میکنند. این آخرین بازی برای کره شمالی است. فرصت برای بازیگران کره شمالی باید متوجه میشویم کاپیتانی دسته ضربه او و توپ وارد دروازه نمیشود. چگونه اینجا در موقع نزدیک نمیتواند شاید کوک درستتر دروازه عبدالله الجبری را به نشان گیرد. در صورت پیروزی دسته کره شمالی یا مساوی میتواند که از این اول مستقیم به قسم نهایی جام آسیا 2025 که در کشور چین برگزار میشود راه یابد. در صورت باخت باشد امکان پیدا میشود برای دسته ما که در دو باخوری بعد اگر پیروزی به دست آورد پس از این اول راهش را به مرحله فرصت بود برای بازیگران کره شمالی. اینجا سیفی را انجام داد عبدالله الجبری و این ضربه زده بازیگران کره شمالی را برطرف کرد. نخیرش باز ضربه زد ریان داک. امروز بخت برای ریان داک اینجا نخندیده است چون که از 10 فرصت گلزنی که تا این دسته که در اختیار داشت نمیتواند موفق شود. بازیگر جدید از هیئت دسته عمان آمادگی دیده است. بهری به میدان برآمدن این سعید غصیب الغنبوسی است که را عوض میکند. اینجا سعید غصیب عبدالعزیز الشخصی را عوض کرد. سعید غصیب اکنون توجه را به خط دفاع میکند. سرمربی دسته عمان احمد مبارک سیمین تغییرات در هیئت دسته عمان است. کره شمالی نیز تغییرات کرد. فرصت برای بازیگران دسته عمان باید متوجه میشویم. ضربه هم زده میشود و هون کیلریون رو داشته میکرد. باید در چنین فرصت‌ها به هم دسته و پس داد تا درست‌تر و ثمره‌ناک‌تر چنین امکانیت‌ها را استفاده برد. ببینید همه بازیگران را به سمت خویش جلب کرد. اینجا فیصل الحدیدی و بعداً ضربه زد. ضربه زده او را دروازه‌بان آن هیل ریونگ داشته گرفت. فرصت برای بازیگران دسته کره شمالی توپ وارد دروازه شد یا نه؟ به نظر میرسد که توپ وارد دروازه شده است و مؤلفی گل گردیده است ریان داک. اکنون پس از آنکه که چنین فرصت‌ها را به گل تبدیل ندهیم پس رقیب تو را چنین جزا میدهد. ریان داک پس از آنکه فرصت‌های زیادی گلزنی را برای همدستایش فراهم می‌آوردند
موفق به زدن گل نمیشد. بخت برویش نمیخندید، طالعش بلندی نمیکرد. اکنون در این فرصت در دقیقه 80 بازی ببینید که چگونه مشرف به زدن گل میشود. عبدالله الجبری توپ را داشته گرفتن نتوانست و حساب هم 1-0 به فایده کره شمالی میشود. متوجه میشویم که چگونه اینجا حالت به میان آمد. توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال کرد کیم سی جین. عبدالله الجبری توپ را برگردانید. توپ به پای کاپیتان دسته عمان جواد خلیفه رسید. جانب دروازه روان شد و با یک رسش توانست که با چست و چالاکی خویش ریان دانک توپ را وارد دروازه عمان نماید. قدم استواری خویش را بهر راه یافتن به قسم نهایی جام آسیا منوی دسته‌های توپ 20 ساله که سال 2025 در کشور چین برگزار می شود میگذارد دسته کره شمالی. و اکنون ببینیم که 5 دسته بهترینه که از موقع دوم راهشان را به قسم نهایی جام آسیا هموار میکنند. اینها کدام دسته خواهند بود؟ حالا دسته‌های یمن، کامبوجا، مالایزیا، تایلند و سوریه در قطار 5 دسته بهترینه که راهشان را میتوانند به قسم نهایی جام آسیا هموار کنند شامل هستند. در گروهی که دسته ما هست اونجا مالایزیا موقع گرفته است. بازی دسته منتخب ما ازبکستان اکنون باید امروز در چنین بازی از مالایزیا امتیاز کنند تا موقعشان را در جدول مسابقات بهتر سازند و در بازی آخر نیز اگر ما عمان را شکست بدیم پس میتوانیم که از زینه دوم با تفاوت بهترین توپ‌ها راهمان را به قسم نهایی جام آسیا هموار نماییم. با وجود میگذارم بازیگران دسته عمان ارسال به کنار راست از جانب سعید غصیب انجام داده می شود. بارش باران باشد باز هم شدت میگیرد. بازی باشد باز هم جالب‌تر می شود. تلاش‌های بازیگران دسته عمان توسط کنار راست جلوی دسته راه اندازی می‌گردد. ارسال به داخل جریمه‌گاه باید متوجه میشیم که از این فرصت چگونه استفاده بردن نمی‌توانند باز بازیگران دسته عمان. ارسال انجام داده شد. سر ضربه زد اما پالوتر از دروازه ضربه با سر اجرا کرده حسن المسروری میدان را ترک کرد. توپ‌ربای خوبی بازیگران دسته عمان به هجوم اکنون توجه میکنند. باید متوجه میشه توسط کنار راست هجوم دسته عمان ادامه مییابد. با توپ از اینجا فیصل الحدیدی موفق نمیشه. ضربه کنجی به فایده دسته عمان. اینجا اوت بوده است و از اوت را به بازی می‌درند بازیگران دسته عمان. اکثر بازیگران کره شمالی در داخل جریمه‌گاه هستند و خط دفاع را پیشه کردند. فشار باشد از جانب بازیگران دسته عمان هرچی بیشتر می‌شود. هان کیل ریانگ توپ را داشته میگیرد با یک جایش بلند.
5 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 1-0 به فایده کره شمالی است. تغییرات نباتی در ایتی دسته ایمان انجام داده شد. جواد خلیفه از میدان گرفته شد کاپیتان دسته و به جای بازیگر تحت رقم 17 شباب المکینی وارد میدان گردید. جواد خلیفه کاپیتان دسته امروز اشتباه جدی کرد که آن به گل آورده رسانید. همین خاطر بسیار مایوسانه میدان را ترک کرد. امروز امکانیت‌های زیاد داشتند در این مخوری بازیگران دسته ایمان تا گل‌های زیادی را به ثمر رسانند. حداقل 3 یا 2 گل اگر آنها فرصت‌هایشان درست استفاده برده می‌توانستند به ثمر می‌رساندند. اما تیری دروازه، پهلوی دروازه، همدیگر نافهمی در خط حمله و این آورده رسانید که آنها موفق به زدن گل نشوند. تا این لحظه کره شمالی نیز امکانیت‌های زیاد داشت و حتی 2 ضربه که اجرا کرد. ریدونگداک توپ به پهلو و تیری دروازه برخورده وارد میدان نگردیده بود. فرصت دیگر باره برای بازیگران دسته کره شمالی چگونه ضربه تابناکی را اینجا اجرا میکند. نورنیانگ بازیگری که از هیئت ذخیروی به میدان برآمده بود پهلوتر از دروازه ضربه زدهش میدان را ترک میکند. ببینید که چگونه فرصت بود. عبدالله الجبری از موقعش کمی بیرونتر بود. کمی دیگر اینجا درست‌تر ضربه را اجرا کرده نتوانست بازیگری دسته کره شمالی بهر زدن گل. مجید الفارسی با توپ است. پسی به کناری راست. فشار را ادامه میدهند بازیگران دسته ایمان. امکانیت هست برای بازیگران دسته ایمان. از پای میافتد بازیگر دسته ایمان. داور هندی اینجا به چیز اشاره نمیکند. در یک حالت خواست که پنالتی کار کند کاپیتان دسته کره شمالی چویکوک همین طور خود را از پای افزانید و به خاطر نیرنگ بازی به داور کارت زرد نشان داده بود. اما اینجا چی است؟ نیرنگ بازی و یا پایده بازی ویران شده بود. اینجا چیزی نیست. داور به چیز اشاره نمیکند. مقابل عبدالهادی المنبری پایده بازی اشاره میکند ویران نشده است و بازی ادامه میبرد. آن کیلریانگ از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. 1 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. متوجه میشیم که چند دقیقه وقت اساسی بازی داوران ضم میکنند. اگر دیگر دستا موفق به زدن گل نشوند پس با همین نتیجه بازی انجام می‌یابد و پس از 6 سال دیگر بار دسته کره شمالی میتواند در این سن و سال راحت نهایی جام آسیا را صاحب شود. قبلا آنها سال 2018 در مسابقه جام آسیا میان دسته توپ 20 ساله در اندونزی اشتراک کرده از گروه نتوانسته بودند که به مرحله پلی آف برگردند. آخرین دستاوردی که داشت کره شمالی در این سن سال در مسابقه جام آسیا سال 2010 در سرزمین چین بود که دسته عنوان قهرمانی را به دست آورده. باری سوم قهرمان آسیا در سن سال فوتبالبازی توپ 20 ساله گردیده بود. دسته ایمان که در مسابقه جام آسیا در سال 2023 در ازبکستان اشتراک کرده از گروه به مرحله بعدی راه نیافته بود. باز هم اکنون چنین نتیجه رو این دفعه تکرار هم کرده نمیتواند. قبلا دسته 2 مرتبه در مسابقه نهایی جام آسیا در این سن سال اشتراک کرده بود. 5 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود از جانب داوران بخاری امروزه. تو را به خوبی بازیگران دسته کره شمالی به متوجه میشیم که چگونه این فرصت را استفاده میکنند. بازیگران کره از ضربه هم زده می شود. سیفی اولی از جانب عبدالله الجبری
امروز خیلی کار کرد در روزبانی دسته‌مان. خیلی ضربه‌های بازیگران کره شمالی رو برطرف کرد و باز هم یک سیف اولی رو انجام می‌دهد عبدالله الجبری. باجه بگذارم بازیگران کره شمالی فرصت هست برای بازیگران کره شمالی با تو بس حالا یوسونگ کنیت هست ضربه و باز هم سیفیولی از جانب عبدالله الجبری باز هم سیفیولی میکند و باز هم نمیگذارد که بازیگران کره شمالی گل نوبتی را در گذاشتند. و ببینید امروز بسیار هم خوب بازی کرده است عمان عبدالله الجبری. آنجایی که ضربه زده شد دو ضربه رو برطرف کرد تو اشتباهی جواد خلیفه کاپیتان دسته عمان بود که تو بوری دروازه شد. حالا ببینید که ژولا میزند در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه. حالا ژولا زده ایستاده است و شاید اگر زدن ژولا شدت‌تر بگیرد بازی رو هم منع کنند. داوران اما وقت کم مونده است. فکر میکنم بازی تو به آخر صورت میگیرد اما پس از یک ساعت بازی میانی دسته‌های تاجیکستان و مالایزیا برگزار میگردد. از میدان گرفته میشود یانگ سی هون و جای یانگ اون گیوک وارد میدان میشود. کم می شود بریدن ژولا و باز هم باران شدت‌تر می گیرد. بازیگران دسته عمان توجه را باز به خط حمله می کنند باز هم موفق نمی شوند. در خط دفاع خوب بازی دارند بازیگران کره شمالی. ری یونگ دوک امروز در خط حمله دسته کره شمالی زیاد زحمت کشید زیاد تلاش کرد تا به آخر مبارزه برد و بالاخره توانست که به زدن گل دست یابد. توسط کنار چپ هجوم را ادامه میدهند بازیگران دسته کره شمالی. برطرف میکنند اینجا دفاعگری دسته عمان عدنان خمیس المشیفری. اگر بازی با همین نتیجه انجام یابد تماشابینان عزیز پس دسته کره شمالی در گروه ای در زینه اول با کسب 10 امتیاز موقع میگیرد و گفتم که این آخرین بازی برای دسته کره شمالی است چون که آنها در دور اول بازی کرده بودند و دسته ما در دور اول آزاد بود و به همین خاطر هر دسته 4 بازیگی را در گروه دایر میکند. حالا سه برداشته است ری یونگ دوک. اشاره میشود که یاری تیبی باید به این بازیگر رسانیده شود. بازیگران دسته ما به داور اشاره میکنند که تلفات وقت است. داور میگوید وقت رو نظاره کرده ایستاده است. اگر بازی با همین نتیجه انجام یابد پس مستقیم کره شمالی به قسم نهایی جام آسیا میان دسته‌های توپ 20 ساله که سال 2025 در کشور چین برگزار میگردد راه مییابد. دسته‌های مالایزیا، عمان و تاجیکستان باشد تلاش خواهند کرد تا از زینه دوم با نتیجه بهتر میان آن دسته‌های 5 دسته بهترینه که از موقع دوم میتوانند به قسم نهایی جام آسیا راه یابند تلاش کنند. کره شمالی باشد پس از 6 سال دیگر باره راحت قسم نهایی جام آسیا را میان جوانان توپ 20 ساله سایه می شود. گفتم که کره شمالی قهرمانی 3 کرته آسیا در این سن و سال است. قهرمان فعلی مسابقه باشد جوانان توپ 20 ساله ازبکستان محسوب می شوند.
داور اشاره میکند که زود عبدالله الجبری از خط دروازه باید توپ را با بازی درآورد. وقتی علاوه نموده داور همینجا انجام یافت، اما بنابر سببی که کم اینجا اوسیب دیده بود، ری یونگ دوک یاری تیبی به او رسانیده شده بود و همین خاطر اولو کم دیگر اجازه میدهد تا بازیگران در میدان بازی را ادامه بدهند. همین طور صدای هشتکی داوری هندوستانی ونکتش راماچندران از انجام بازی دور چهارم مرحله گروهی بازی انتخابی جام آسیا 2025 بین دستای توپ 20 ساله درک می‌دهد. دسته کره شمالی با کسب 10 امتیاز از گروهی مستقیم به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه یافت. پس از 6 سال دسته کره شمالی دیگر باره توانست که راحتی اشتراک در مسابقه جام آسیا را در سال 2025 پیدا کند. قبلا آنها در جام آسیا در سال 2018 در این دنیز اشتراک کرده بودند که از گروه به دور بعدی نرفته بودند. کره شمالی قهرمان سکرته آسیا در این سن و سال است. ما آنها را تبریک میکنیم بهر راه یافتن به قسم نهایی جام آسیا و اکنون پس از این بازی میان دستای تاجیکستان و مالزی برگزار میگردد. با دسته منتخبی تاجیکستان قرار می‌خواهیم و امید داریم که دسته ما نیز به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه می‌یابد. در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش مستقیم خویش را به انجام می‌رسانیم. با شما بودم من شورای فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز بمانید. خیر. Referee